میفرمان ما در اطراف رسول خدا نشسته بودیم، صحبت از فتنه ها شد. رسول خدا عرض کردن وقتی که شما دیدین که کسی وفا به عهد نمی کند، وقتی که دیدین که امانت برداشته شده است، وقتی که دیدین که مردم اختلاف کردن در میانشان، تفرقه و گروه شدن، آن وقت بدانین که سر آغاز فتنه هاست. عبدالله بن عمر، این صحابی جسور رسول خدا صلی الله علیه و سلم و شجاع، از وسط مجلس بلند شد، گفت یا رسول الله یک سؤال دارم. فرمودن بفرمایین. فرمود کیف افعل عند ذلك جعلني الله فداك یا رسول الله. در این وقت ما چه کنیم؟ وقتی که همچنین شرایط حاکم باشد ما چه کنیم یا رسول الله؟ پدر و مادرم فدایت یا رسول الله. بفرمایین. بشنوین رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای همچنین شرایطی چه رهکاری را پیش بینی میکنند و نشان میدن. فرمودن الزم بیتک، خانه اترا لازم بگیر، خانه اترا لازم بگیر. میره توضیح میدن. واملک علیک لسانک، زبانت را کنترل کن. و خذ ما تعرف، بگیر آن چیز را که میشناسی از دین، میفهمی که خو از دین است، امو را بگیر. و دع ما تنکر، آن چیز را که میفهمی که خو از دین نیست او را انکار کن، او را ترک کن. و علیک بامر خاصه نفسک، فقط در فکر خود باش در همچنین شرایط، و اهل و عیال و خانواده‌ات. و دع عنك امر العامه، و امور عموم مردم را ترک کن. أينما كنا